فینال وزن 65 کیلو امیر محمد یزدانی از کشورمون با دو بنده قرمز مبارزه میکنه. امیر محمد یزدانی دلاوری از خطه پهلوان خیز مازندران شهر جویبار. دیروز هم یه جویباری موفق شده مدال طلا کسب کنه حسن یزدانی. حالا یه جویباری دیگه اومده تا یه مدال طلا صید کنه در فینال. سریعتر از حریفش میاد بر اوتوشک. کشتیر با روحیه جنگنده و جسور و بیباک. این هم چهره شاخیروف از روسیه. دیدارهای ایران امریکا و ایران روسیه از نظر تیمی حساسیت بالایی داره. می‌دونستم که بتونه این کشتی رو شکست بده. شاخیروف هم که قهرمان نوجوانان جهان شده در سال 2016 و از کشتیران در مسابقات جوانان هم عنوان داره و کشتیری که امیر محمد یزدانی یک کشتی با رویه که در مسابقات سهمیه المپیک موفق سهمیه المپیک بگیره. 2019 در قزاقستان ملی پوش کشورمون این دوم میدان جهانیش هست. تجربه پای که سن کمی داره اما تجربه جهانیش دوم تجربه جهانی رو داره میاد انجام بده. یه قرط جلو به سبک حسن یزدانی وارد تو چک میشه. یه قرط جلو و یه پرش. حالا حریفش هم همون کار انجام میده اما به زیبایی امیر محمد یزدانی نمیتونه این کار انجام بده. سبکبال و با روحیه وارد تو چک میشه امیر محمد یزدانی در اول جویباری ما در مسابقات جهانی اسطوره نروژ. میزنه زیر کتف حریف خودش. از نظر تیمی خدمتتون عرض کردم بسیار مهم است برای ما که بتونه این کشتی رو شکست بده. میدونم که بدیم از در حالا سعی میکنه حریف از توشک خارج کنه و هل دادن که این مسئله میتونه امتیاز داشته باشه. به دنبال امتیاز داده نمیشه و نظر داورانی که با هل دادن یا آقای پژمان درستکار به اون میگه که به چه شکل کار دنبال کنه. بعضی اقدام میکنن یک زیرگیری خیلی راحت به پا میرسه و یزدانی سعی میکنه امیر محمد یزدانی سعی میکنه که اینجا باید مواظب کلنگدون های او باشه. در مورد کلنگدون در سعی میکنه به پول بزنه حریف کشتیگیر ما رو بعد کنده او رو بالا میاره اما باید کاملا مواظب کلنگدوناش باشه. ببینیم که چه داوران به امتیاز به کشتیگیر ما میدن 2 امتیاز اما با دستو در میره وگرنه اسیر کلنگدون ناقص حریف خواهد شد. این کارو عبدالرشید صدرالاف هم به خوبی اجرا میکنه. حالا در میره دستو ببینیم چه رأی رو خواهند داد. یعنی 10/4 داوران 10/4 میدن نتیجه امتیاز داد رو. به دنبال فیتیلی پیچ هست. فیتیلی پیچ به دست بیاره به دنبال فیتیلی بارانداز و حالا سعی میکنه بالا بیاره و فیتیلی پیچو به سبک شادمان شمس‌الدین سید عباسی اجرا کنه. واو یک بار دیگه فیتیلی پیچ اجرا میکنه و به دنبال فیتیلی پیچ بعدی و کارو تمام میکنه. متاسفانه تمام میکنه کارو و موفق میشه 10/0 کشتی ما رو شکست بده. امیر محمد یزدانی رو شکست میده و موفق میشه در ابتدای کار با فیتیل بارانداز و کلنگدون ناقص یزدانی رو شکست بده. در نهایت خسته نباشید میگیم به یزدانی و مدال نقره‌اش رو تبریک میگیم به همه هموطنان از اون به مازندرانی‌ها به جویباری‌ها. تلاش خودش رو کرد دیگه حریف غافلگیرش کرد. جوان هست هنوز تجربه نداره. تیم ما تیم جوانیه میانگین سن 22 سال هست. در حال مدال نقره‌اش رو تبریک میگیم هموطنان عزیز. خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سایه سارت جان ایران.
کسب مدال نقره در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان توسط امیر محمد یزدانی دلاور خوب کشورمون در وزن 65 کیلوگرم رو خدمت همه شما ملت شریف و بزرگوار تبریک عرض می‌کنم. آنقدر درخشان